سلام دوستان، من سودا هستم و آمادم امروز بهتون ترفند تبدیل اعداد باینری به دسیمال و برعکسش رو بهتون یاد بدم. ببینید قبل از شروع باید شما رو با این دو مفهوم اول آشنا کنم. این که اصلا باینری چیه یا دسیمال چیه. ببینید بچه‌ها، اعداد باینری که همون اعداد 0 و 1 هستن که احتمالا خودتون باشون آشنایی داشتید. اعداد دسیمال هم اون اعدادی هستن که ما تو زندگی روزمره‌مون ازشون استفاده می‌کنیم. مثلا چه اعدادی؟ خود 0 و 1 شاملش میشه و اعدادی مثل 2 3 4 5 6 7 8 و در نهایت 9. اینا اعداد دسیمال هستن و خودتون داره فرقشون رو می‌بینید دیگه. اعداد باینری فقط دو تا عدده، ولی اعداد دسیمال 10 تا رقم داره که اصطلاحاً به اعداد باینری دودویی میگن و به اعداد دسیمال میگن دهی. چون اعداد دسیمال بر مبنای 10 هستن، چون 10 تا عدد هستن در واقع 0 1 2 تا 9 اینا همشون میشن 10 رقم. اما اعداد باینری دو تا عدد بیشتر نیستن، 0 و 1. به همین خاطر به اعداد باینری میگن دودویی و به دسیمال میگن دهی. خب حالا کاربردشون چیه؟ این که اصلا باینری به چه کاری میاد و دسیمال به چه کاری میاد؟ مثلا برای چی باید تبدیلشون کنیم به هم دیگه؟ ببینید بچه‌ها، باینری در واقع زبان کامپیوتره، زبان مدار و الکتریسیته است. این که مثلا ما یه برقی رو روشن خاموش کنیم در واقع داریم بهش دستور 0 و 1 وارد کنیم که در واقع 0 همون معنای فالس رو میده و 1 معنای ترو میده، یعنی صحیح و غلط. و کامپیوتر هم فقط همین مفهوم رو میفهمه، برعکس ما انسان ها معمولا از اعداد 0 تا 9 استفاده میکنن و باش اعداد و ارقام زیادی میسازیم، در صورتی که کامپیوتر فقط دو مفهوم 0 و 1 رو بیشتر نمیفهمه و ما مجبوریم برای اینکه بخوایم یه سری دیتاها، یه سری داده‌هایی رو به کامپیوتر بفهمونیم، مجبوریم که اعداد و داده‌هایی که به کامپیوتر وارد می‌کنیم رو به اعداد باینری تبدیل کنیم. برای انتقال داده‌ها این کار لازمه. وقتی یه فایلی، یه عکسی یا هر چیزی می‌خوایم وارد کامپیوتر کنیم، خود کامپیوتر اونو به صورت خودکار تبدیل می‌کنه به سری اعداد باینری و به همین خاطره که ما نیاز داریم تا اعداد دسیمال رو به باینری تبدیل کنیم تا به کامپیوتر بفهمونیم که آقا ما دقیقاً می‌خوایم چیکار کنیم. چون زبون کامپیوتر همینه، کامپیوتر فقط باینری میفهمه. ما انسان‌ها زبونمون به صورت دسیمال، در صورتی که باینری مال کامپیوتر و کامپیوتر چیزی جز باینری نمیفهمه و همین خاطر ما مجبوریم که این تبدیل‌ها رو انجام بدیم. خب این از مقدمه، دیگه زیاد طولش نمیدم، بریم سراغ ترفند امروزمون. اول شروع میکنم به تبدیل دسیمال به باینری، چون اینجوری راحت‌تر به نظرم. خب ببینید، برای تبدیل اعداد دسیمال به باینری روش‌های زیادی هست، ولی یکی از روش‌هایی که زیاد استفاده میشه و به نظرم راحت‌ترین روش همین هست، روش تقسیم چکشیه. تقسیم چکشی هم که چیزی که دبستان اکثرا یاد گرفته، ولی حالا من برای اونایی که نمیدونن میخوام بگم. ببینید، تقسیم چکشی یه نوعی از تقسیمه که جواب دقیق‌تری میده، به نظر راحت تره. یه همچین شکلی داره، این سر چکش، این نوک چکش، حالا جزئیاتش مهم نیست. ببینید، تقسیم چکشی 4 تا قسمت داره. یه قسمتش اینجاست که مثلا ما یه عددی میذاریم، یه عدد دسیمالی میذاریم که میخوایم، در واقع این شیشی که من گذاشتم همون عدد دسیمالی که میخوایم باینریش کنیم. این قسمت رو بهش میگن قسمت عدد اول. این جایی که ما عدد اول رو میخوایم تقسیم بر عدد دوم بکنیم. عدد دوم کجاست؟ عدد دوم اینجاست. این قسمت در واقع عدد دوم قرار میگیره. این در واقع ما تو این عملیات داریم 6 رو تقسیم بر 2 میکنیم. میمونه دو تا قسمت دیگه. این قسمت پایین عدد 2 بهش میگن خارج قسمت و این قسمت پایینی بهش میگن باقی مانده، که حالا بهتون توضیح میدم چیه. ببینید، در واقع ما توی خارج قسمت باید یه عددی بذاریم که هر وقت ضرب در عدد دومی شد، عدد اولی به دست بیاد. یعنی چی؟ یعنی مثلا چه عددی ضرب در 2 بشه که جوابش بشه 6. ما در واقع باید اینجا عددی بذاریم که هر وقت ضرب در 2 شد، جواب بشه 6. چه عددی ضرب در 2 میشه 6؟ تنها عددی که وجود داره عدد 3. می‌نویسیم
0 تا 6 تا. وقتی که این دوتا رو هم ضرب کردیم جوابش رو این پایین می‌نویسیم. میشه 6. ولی این 6 باقی مانده ما نیست. الان بهتون میگم باقی مانده کجاست. برای به دست آوردن باقی مونده باید عدد اولی رو با جوابی که از ضرب این دوتا به دست آوردیم تفریق کنیم. 6 منهای 6 میشه 0. این میشه باقی مونده ما تا این باقی مونده رو وقتی به دست میاریم باید حتما نگهش داریم، چون در واقع این برای به دست آوردن عدد باینری مورد نظر ما لازمه. پس حواستون به این مورد باشه. باقی مونده ها رو همیشه دورش خط میکشیم، چون برای به دست آوردن عدد باینری که میخوایم لازمه. ما در واقع 6 رو نوشتیم، میخوایم باینریش رو به دست بیاریم. برای این کارم بهتون گفتم باید تقسیم چکشی انجام بدیم. باید چیکار کنیم؟ باید عدد دسیمال رو تقسیم بر 2 کنیم. چجوری این کارو میکنیم؟ همینطور که بهتون نشون دادم. عدد رو تقسیم بر 2 میکنیم، خارج قسمت رو به دست میاریم، خارج قسمت رو ضرب در دوم میکنیم، جواب با هم دیگه تفریق و باقی مونده به دست میاد. اما این پایان کار نیست. ما تا جایی باید این خارج قسمت عددی که اینجاست رو تا جای ممکن تقسیم بر 2 کنیم که دیگه باقی مونده خارج قسمتی برای ما نمونه. یعنی تا جایی که خارج قسمت برای ما 0 بشه. اما اینجا خارج قسمت ما 3، پس هنوز جا داریم و میتونیم تقسیم بر 2 کنیم این عدد رو. این هم مثل تقسیم چکشی قبله. این همینطوری تقسیم چکشی انقدر انجام میدیم تا جایی که خارج قسمت ما باشه 3. 3 تقسیم بر 2. خب از اونجایی که هیچ عددی ضرب در 2 نمیشه 3، پس ما یه عددی میذاریم که نزدیک به 3 باشه. این وقتی خارج قسمت رو ضرب در عدد دوم کردیم یه جوابی نزدیک به 3 در بیاد. تنها عددی که خیلی نزدیک میشه بهش عدد 1. و حواستون باشه باید حتما عددی بذاریم که از عدد اولی بیشتر نباشه. یعنی ما نمیتونیم اینجا 2 بذاریم و اینجا بذاریم 4. خب 3 منهای 4 یه عدد منفی میاد و کلا محاسبات ما اشتباه میشه. باید حتما یه عددی باشه که یا کمتر یا کوچیکتر از عدد اولی باشه یا مساوی با عدد اولی باشه. در بهترین حالت باید مساوی با عدد باشه. اما اگه نشد باید یه عددی بذاریم که کوچیکتر از عدد اولی باشه اما در این حال نزدیکترین عدد به اون باشه. و اینجا تنها عددی که باقی مونه 1 1 2 تا 2 تا 3 منهای 2 1. اینو نگه می‌داریم. میریم سراغ 1. هنوز 0 نشده. 1 تقسیم بر 2 میکنیم. خب 1 تقسیم بر 2 تنها چیزی که میتونیم ضرب در 2 کنیم که نزدیک به 1 باشه 0. 0 ضرب در 2 0. 1 منهای 0 1. و از اونجایی که خارج قسمت ما 0 شد دیگه نیازی نیست تقسیم بر 2 کنیم، چون گفتم تا جایی که عدد خارج قسمت ما 0 شد پیش میریم و دیگه بعد از اون ادامه نمیدیم. حالا دور این باقی مونده که من خط کشیدم چی هستن؟ اینا در واقع همون نتیجه نهایی هستن. حالا برای اینکه بخوایم عدد باینری 6 رو به دست بیاریم همه این باقی مونده ها رو برای کنار هم دیگه بذاریم. اما ترتیبش چجوریه؟ ترتیبش از پایین به بالا. حواستون باشه از پایین به بالا. یه وقت اشتباهی از بالا به پایین حساب نکنید که اشتباه حساب در میاد. جواب نهایی باقی مونده هاش از پایین به بالا حساب میشه. اینی میشه 1 1 0 که برابر میشه با همون عدد 6. یعنی در واقع عدد 6 که عدد دسیماله باینریش میشه 1 1 و 0. و این تبدیل دسیمال به باینری بود. حالا میریم سراغ تبدیل باینری به دسیمال که اونم زیاد کاری نداره، راحت. برای اینکه روند کار سریعتر باشه و برای شما راحت‌تر باشه من همون عدد 110 یا همون 1 1 0 رو در نظر میگیرم که در واقع ما میدونیم عدد دسیمالش میشه 6، ولی برای اینکه راحت‌تر کار پیش بره این کار انجام میدم. خب ما چجوری میتونیم عدد رو به دسیمالش تبدیل کنیم که 6 بود؟ این هم روش ساده ایه، کاری نداره. در ابتدا ما برای هر کدوم از ارقام این عدد باینری یک جایگاه در نظر میگیریم و این جایگاه ها از راست به چپ انجام میشه. حواستون باشه از راست به چپ، از چپ به راست، از راست به چپ. این جایگاه چجوری انجام میشن؟ برای هر کدوم از این ارقام یه عددی اختصاص میگیره به ترتیب از 0 تا بی نهایت با توجه به ارقامی که داره و همونطور که گفتم از راست به چپ. و چون از 0 تا بی نهایت انجام میشه پس میشه اینجوری
عدد 0 جایگاهش 0، عدد 1 جایگاهش 1 و عدد 1 آخری جایگاهش 2. یعنی جایگاه ها به صورت عدد دسیمال انجام میشن. پس دیگه ارقامی که عدد باینری دارن. پس ما از راست به چپ برای هر کدوم از این ارقام باینری یه جایگاه در نظر میگیریم که این جایگاه از 0 تا بی‌نهایت ادامه پیدا میکنه. از راست به چپ، این حتما حواستون باشه. خب حالا که ما این جایگاهش رو تعیین کردیم باید چیکار کنیم؟ حالا باید هر کدوم از این جایگاه ها رو بر توان 2 بذاریم. یعنی چی؟ یعنی همه این اعداد جایگاهی که به دست آوردیم همش میشه توانهایی برای عدد 2. یعنی میشه این. یعنی عدد 2 یا همون 2 دویی به توان جایگاه اینا قرار میگیره. توان چیه؟ توی توان در واقع هر عددی که به توان یه عدد دیگه بشه، عدد اولی به تعداد عدد دومی ضرب در خودش میشه. برای مثال 4 به توان 3. اینجا چه اتفاقی میفته؟ 4 3 بار ضرب در خودش میشه. 4 که عدد اولیه به تعداد عدد دومی ضرب در خودش میشه. 4 3 بار ضرب در خودش میشه. میشه چی؟ 4 ضرب در 4 ضرب در 4 میشه چی؟ 64. این از توان. پس تا اینجای کار فهمیدیم که ما برای اینکه بخوایم اعداد باینری رو دسیمال تبدیل کنیم باید از راست به چپ برای هر کدوم از اون اعداد باینری یه جایگاه تعیین کنیم که جایگاه از 0 تا بی‌نهایت شروع میشه. ما تا اینجا 3 تا جایگاه تعیین کردیم: 0 1 و 2 و اومدیم که عدد 2 رو به توان همه اینا رسوندیم. حواستون باشه که باید عدد 2 رو به توان جایگاه برسونید، نه این برعکس جایگاه ها رو به توان 2 برسونید. این اشتباهه. باید 2 رو به توان جایگاه برسونید. و این مرحله دوم. مرحله سومش اینجوریه که در واقع توی مرحله سوم بعد از اینکه جواب توان رو به دست آوردیم بعد جواب به دست اومده رو ضرب در خود عدد باینریه بکنیم. اگه 2 به توان 0 جوابش میشه 1، این حواستون باشه هر عددی به توان 0 میشه 1. اینجا یکی میاد ضرب در 0 میشه، یعنی ضرب در اون عدد باینری اصلیه میشه. هر عددی ضرب در 0 میشه 0. پس ما اینجا این نکته فهمیدیم که هر عددی که باینریش 0 رو اصلا نیاز محاسبهش نداریم، چون در نتیجه جوابی که به دست اومده رو باید ضرب در 0 کنیم و هر عددی ضرب در 0 0 میشه و ما نیاز به اون 0 نداریم. پس نیازی محاسبه اعدادی که 0 هستن ما نداریم و فقط اون اعدادی محاسبه میکنیم که باینریشون 1 هستش، یعنی این دوتا، چون اینا ضرب در 1 میشن و جواب نهایی میشه همون جوابی که با توان به دست اومده. پس این صفر رو ما نیاز نیست حساب کنیم، چون در نهایت ضرب در 0 میشه و اون صفری که به دست میاد به کار ما نمیاد. پس این یک کار ما حساب کنیم. 2 به توان 1 میشه 2 و ضرب در 1 میشه 2. نیاز به ضرب کنیم چون هر عدد ضرب در 1 میشه خود اون عدد. این 2 رو نگه می‌داریم. اینجا 2 به توان 2 میشه 4 که ضرب در 1 باز میشه خود 4. اعداد به دست اومده رو باید با هم دیگه جمع کنیم تا دسیمالش به دست بیاد. 4 به علاوه 2 6 و این دقیقا همون چیزیه که موقع تبدیل به باینری به دست آوردیم. خب دوستان، امیدوارم از ترفند امروز خوشتون اومده باشه. لایک و سابسکرایب فراموش نشه. تا ترفندهای دیگه بدرود.